سلام، امروز میخوام راز گلبرگ های نازک روی سطح کار که انجام میدیم و بهتون بگم. هر جا خواستید سازه بذارید، سازه های حالا نازک یا ضخیم فرق نمیکنه، هر کدوم که خواستید انتخاب میکنیم، حالت سازه رو بهش میدیم. بعد از باندهای گچی استفاده میکنیم. باندهای گچی رو برمیداریم، داخل آب میزنیم و روی سطح سازه میکشیم. الان من این باند گچی رو داخل آب زدم، آبش رو گرفتم و روی کل سازم زیر و رو باند گچی رو میکشم، سطحش رو مرتب میکنم و میذارم کامل خوش بشه و بعد روی اون شروع میکنم حجم گذاری و خمیر گذاری. اینجوری باعث میشه که هم خمیر کمتری برداریم، روی سطح کار استفاده بکنیم و همین که کار ما نازک میشه. رو به همین حالتی که قرار روی کار، حالا هر قسمت کار که قرار فید بشه، مخفی میکنیم، جاگذاری میکنیم، میذاریم کامل خوش بشه و بعد شروع به خمیر گذاری میکنیم.